آزبکی به شما یاد بدم. سموسه آزبکی. مواد لازم برای 4 نفر: پیاز 1 کیلو، گوشت همراه با چربی نیم کیلو، زیره، زردچوبه و نمک به مقدار کافی، خمیر 1 کیلو. اول پیازها را پوست میکنیم. پیازها را حلقه خورد میکنیم. وقتی همه پیازها را حلقه بریدیم، پیازها رو میریزیم توی ظرف. گوشت رو به صورت ریز میبریم. یه قاشق زیره میریزیم. حالا نمک رو میریزیم. یک کمی زردچوبه اگر دوست داشتید اضافه کنید. مواد خوب با هم قاطی میکنیم. همین رو پهنش میکنیم. با یه قالب گرد خمیر رو میباریم. گوشت آماده شده رو میذاریم وسط خمیر و جمعش میکنیم. وقتی سموسه رو آماده کردیم میچینیم توی سینی فر. کمی تخم مرغ رو میمالیم به سموسه. برای قشنگی اگر دوست داشتید کنجد بریزید. حالا فر رو روشن میکنیم تا 250 درجه میذاریم و سموسه ها رو 25 دقیقه میذاریم توی فر. خب اینم از سموسه آزبکی. نوش جونتون.